باورت میشه با پوست بلال همچین بانکی ترندیو بشه ساخت؟ برای شروع پوست بلال رو به نوارای باریک در بیارید و بذارید خشک بشه و قبل از استفاده اونو خیس کنید. توی حالت تاثیر ذرت کامل توضیح دادم راجبش. یه قوطی پلاستیکی داشتم که دورش رو با کارتون به شکل مربع درآوردم. بعدش نوارای عمودی رو این شکلی چسبوندم. حالا میریم سراغ نوارای افقی. در واقع همون بافت تار و پود خودمون. یکی زیر، یکی رو. هر بار که نوار تموم میشه، نوار جدید رو با چسب انتهاش اضافه میکنم. ته ظرفم هم دقیقاً عین بدنه بافته میشه. قسمت بالا رو با تناب حصیری پوشوندم و در ظرفم رو رنگ قهوه‌ای زدم. با رنگ اکریلیک و بدنه رو با شپون رنگ کردم. بعد از خشک شدنش هم اسپری کلیر زدم. چطور شد؟ اگر این مدل آموزش‌ها رو دوست داری با هم همراه شو.